میدونی عجیب ترین چیز تو دنیا چیه؟ اینکه زیادی خوب بودن بزرگترین اشتباه آدماست. یه همکار داشتیم تو محل کارمون، به همه کمک میکرد، کارهای همه رو انجام میداد بدون چشم داشت. هیچ کس هم ازش تشکر نمیکرد، حتی یه دمت گرم خوشبخالی هم بهش نمیگفتن. آخرش چی شد؟ اخراجش کردن. نه به خاطر اشتباهاتش، نه، فقط به خاطر زیادی خوب بودنش. مشکل میدونی کجاست؟ مشکل اینجاست که وقتی به همه بله میگی، همه فکر میکنن دم دستی هستی، دیگه مرزی برات قائل نمیشن. اونجاست که اگر بخوان قدرت بیشتری بگیرن، به جای بهتری برسن، اولین کسی که حذف میکنن توی. یه داستان شنیدم، یه حکایتی خوندم از یه پیرمردی که تو بازار کار میکرد. صبح قبل از همه میرفت و شب آخر وقت برمیگشت. به قول معروف با شاطرا میرفت و با مطربا برمیگشت. فکر میکرد همه دوستش دارن، همه بهش احترام میذارن، تا اینکه یه روز یه جوونی اومد پیشش برای کار کردن، همون کارهای پیرمرد رو میکرد، به همه احترام میذاشت، به همه خوب میکرد. اما یه فرق داشت اون پیرمرد، اون همین بود که یه وقتایی یه نه میگفت. بعضیا میدونست که باید مرز بذاره برای خودش. اونجا بود که پیرمرد فهمید اگر خودت برای خودت ارزش قائل نباشی، کسی برات ارزش نمیذاره. دنیا مال کسایی که خودشون رو ارزون نفروشن. حقیقت تلخه، دنیا با آدمایی که از خودشون همیشه میبخشن مهربون نیست. گاهی باید یه قدم بری عقب، نه به خاطر اینکه ضعیفی یا نه، فقط به خاطر اینکه خودتو بهتر بشناسی، ارزش خودتو بشناسی. اگر تو خودت برای خودت ارزش قائل نباشی، کسی ارزش تو رو نمیشناسه و برات ارزش قائل نمیشه. تا حالا شده تو مسیر حذفت کنن؟ اگه شده تو کامنت بهم بگو.